نرخ دلار تا پایان سال به مرز 80 الی 85 هزار تومان برسه و در تاریخ 25 آذر ماه، این تاریخ رو یادتون باشه. سلام، به قسمت دوم لایف خوش آمدید. اسفند 1402 به شما عرض کردم که قیمت طلا در رنج بین 3,700,000 تومان تا 4,700,000 تومان در سال 1403 جامپ خواهد داشت. ولی خب الان پیش بینی میشه که رقم دلار به مبلغ 80 الی 85 هزار تومان که نرخ واقعی خودش تا پایان سال هست، با توجه به بودجه‌ای هم که دولت ایران به مجلس داد، پیش بینی میشه که نرخ دلار تا پایان سال به مرز 80 الی 85 هزار تومان برسه. خب با توجه به این داستان ما باید بیایم و یه سری استراتژی های مالی رو برای خودمون بچینیم. الان که طلا محدوده 4,700,000 تومان هست، هر رقمی زیر 4,700,000 تومان بهترین رقم برای خرید طلا می باشه. برای خرید تتر هم که به عنوان یک رمز دیجیتال میتونید از صرافی های مجاز این کار رو انجام بدید. در مورد کسانی که گفتن ما سرمایه‌مون سرمایه کمتری هست، شما دوستان صندوق های طلا که در بورس هست، بهترین پیشنهاد برای شماست که با هر رقمی زیر 500,000 تومان هم میتونید خریداری انجام بدید تا محدوده 4 میلیون 5 میلیون تومان. برای این دوستان من صندوق های طلا رو پیشنهاد میکنم، حتما از این صندوق ها استفاده کنید. توصیه میکنم برید دنبال وام و تا جایی که میتونید تا قبل از شروع دی ماه و ورود به قبل از سال 2025 که عموما بانک های ایران دیگه وام هاشون رو میبندند، شروع کنید مبلغ 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون هر چی که میتونید وام بگیرید. امیدوارم که تا اینجای ویدیو استفاده کرده باشین و مطالب برای شما مفید واقع شده باشه. حتما برای ما کامنت بذارین و نظراتتون رو در مورد مسائل اقتصادی و توسعه فردی با همدیگه به اشتراک بذاریم. خب دو تا موردی که سوال میشه برای بعد از انتخابات آمریکا و سال میلادی 2025 و سال 1404 که در پیش رو داریم، دو تا اتفاق مهم دیگه هم اتفاق خواهد افتاد. اول چون سابقه ترامپ به گونه‌ای هست که وقتی که میاد مثل سالهای قبل میاد درآمد دلاری ما از فروش نفت رو کاهش خواهد داد. این اتفاق باعث خواهد شد که دولت فشار بیشتری رو به مردم برای دریافت مالیات داشته باشه. خب پس الان کسب و کارهای کوچیک و متوسط باید حواسشون به مالیاتی که براشون قرار بریده بشه توسط دولت باشن و برای اینکه بتونن مالیات کمتر و مالیات منصفانه‌ای رو پرداخت بکنن، حتما باید از سیستم‌های حسابداری استفاده کنن و یک مشاور مالی و مالیاتی در کنار خودشون داشته باشن. این در سالهای قبل ما فقط به شرکت‌ها و اشخاصی که بنگاه‌های اقتصادی بزرگ داشتن این رو توصیه می‌کردیم، ولی واقعا با توجه به شرایطی که در پیش رو داریم برای بنگاه‌های متوسط و کوچک هم این توصیه رو خواهیم داشت و حتما یک مشاور مالیاتی در کنار خودتون داشته باشین که شما رو راهنمایی کنه که دچار تله مالیاتی نشید. اما نکته دوم، بورس از ما سوال شده بود. عده‌ای از دوستان هستن که هنوز کانال سهامی خودشون رو در بورس دارن.
اگر میخوان داخل بورس باقی بمونن توصیه میکنیم که صندوق های طلا خریداری بشه.